برادرای عزیز، صورتی که در همینجا موندگی محمد شفیع محمد خب در زندان بوده، در کراسنودار، город کراسنودار، یلیزاветский 14 колоннада буда. مادرش از ما بنهایت التماس گزارش کرد درباره همین فرزندش یک ویدیو کن. مدت 4 ماه میشود که همراه خانگیشون گپ زدگی نیست، علاقه در برآمدگی نیست. خب بچه‌ها همون کلونایی که محکم بود اونجا میروند پرسپوس میکنن، میگن که ایجا перевод کردگانشون، ولی نمیگن که کجا перевод کردگانشون. هیچ که نمیدونه کجا رفته بردگان امینن. مادرش بیمار هم هست، بیمار بوده، بیماریش وزبین. با برادراش از ما خواهش کردن که ویدیو کن درباره‌اش. من در نوبت از تمام برادرایی که در زندان‌ها قرار دارن اولا میگم خداوند شما را همه تا آزاد کنه. شیر بچه‌ها، به خدا من میدونم شما پس اکران چه خدمتایی میکنین برای مردم تاجیک. واقعا خدمت میکنن بچه‌ها. مقصد نمی یافتن آدمایی که گم شدگان زندان‌ها دارن، همین چیزا دا به خدا سخت دستیاری میرسونن، کمک میرسونن. همین بچه‌ها کم صورت یخش رو نظر کنین. نازیمن اینجا آدرساش همش میمونم. بیرون بارونی بعد بود تر شدم برای اول درون راندم دومی گپ من خیلی درون گاو میزنم. الو خانه همی سفید فروشا درگیرن. باور کنین همی جوانای یاش حیف کردند. با سن و سال یاشیشان سر چندین جوان خوردن و چندین جوان پس پنجره بردن. با امید همی یک بیزنس حرام شون و با امید همی یک خاکه حرام شون. بچه‌های یاش التماس زود باور نشین، فریب نخورین. پولی کلان وعدتون میتین، میگن یا برو بیا اینجا گیر اونجا بر، باور نکنین شونا. به حد بسیار شدگی همیوزی. همین بچه ها تولدش 2004 شهر وحدت از سلیم زاده بوده. انا تولدش 2004 در زندان کراسنودار همو یلیزاветский 14 колоннада بوده. نگاه کنید 2004 الکه پس پنجره مادرش بیچاره کسلی وزبین گریان و نالان. خیال میکنین آهی مادران میگیره شما را. ای حرامزاده هایی که همین سفیده قطع زنیمت میکنین و حیات چندین جوانت شما داغدار کردین و برباد دادین و چندین اویله را به غم مبتلا کردین. چندین مادر فرزنداشون جدا کردین و در غم فرزنداشون چندین مادرها گریان و نالان این دنیا را ترک کردن، وفات کردن. انشاءالله دعای آدم شما را میگیره، شما خاری ذلیل میشین انشاءالله. همین تاجیکای خودمونن، همین پاکستانا را همش به همین راه بردگان. یگان بیگانه اینا را کار فایراد نمیکنن. تاجیک خودمون در همه گروپ های تلگرام می نویسونن، واتساپ ها می نویسونن که کارای اویلی که کلان وعده میتین، میگن روزی کاریتون 5000 و 10000 هم خیلی. این بچه‌ها یا شم دیگه بیچاره همین سراسیمه میشن. یک کلان پرسین اول یگان جا کار فایراد کردن تو نه یک کس دو کس خبر کنن گوین ما را فلان جا کار فایراد کردن چه خیلی رویم نرویم. انا بچه‌های در زندان بوده خواهش میکنن همین ویدیو را یا پدیلیت کنین، پهن کنین. همین بچه‌ها که هر چیز زودتر پیدا کنین. مادرش کسل. شما من میدونم که بسیار خدمت ها میکنین برای مردم تاجیک. خدمت های شما را من پس اکرانی همش میبینم، میدونم که مقصد در یافتن اینمی آدمای گم شده یا اینکه در یگام سال کارهای دست جمعانه هستین در برمان. باید باری دیگه پدیلیتش کنین همین ویدیو را روی کنین، همون زندان ها در روی کنین، بچه های همه کلانه ها در روی کنین، زندان ها در روی کنین. های در یگان جا بدگی ساخی علاقه میبروی قطعی و چشم خاطری مادرش جمع میشه. الان نگهبانتون هوا بارونی های بسیار گپ نزنم تای بارون دا تر میشم، کسل میشم. های با شما بین اختم برادرها ویدیو را پهن کنین، پدیلیت کنین، لایک مونین، دستگیری کنین، با تمام یار و دوستاتون با همه خویش توراتون روی کنین تا اینکه در یافتن این برادر کمک رسانه. بیاین مرحمت کنین برادرای قرطابخانه اسماعیل دیدین. بیاین من همه وقت همین قرطابخانه اسماعیل، قرطابخانه خدمت شهر سن پتربورگ، ژلезноводский 68 در همین جدم هوا بارون درون که تر شده.